تا ستاره ها شما هم که تو 4 جانبی امجدیه بوده بهتون دادن، علی که دست 3 اومدین. پرسپولیس مثل همون بچه‌ای میمونه که سر صف بهش جایزه میدن، خودشو همه بالاتر میبینه ولی نمیدونه که اون جایزه رو مامانش براش آورده. یادتون نیست که 6 تا خورده بودین، حالا واسه ما میگین از آسیا. 6 تا رو از خودتون در نیارید، یه سند رو کن که ما شر نذاریم. سند چی رو کنم؟ خیابانه خودش گفته من تو ورزشگاه بودم، خودش دیده که شما 6 تا خوردین. جواباشون یه مش نزنمت شبی برو من. ما 5 سال پشت سر هم جام آوردیم، شما چه کار کردین؟ بابا مسعود که باشه هی شانس میاد، 5 سال پشت سر هم هی جام میاد. کیسه کشا روگیا 6 تاییا. چتونه شبی خروج جنگی کافر رو ریختیم به هم. بابا خروج جنگی چیه؟ ما رفیقیم بابا، یه کلکل ریزی داریم. من نگاه کن ما رفیقیم هم. بله